کردیم دیگه اینجا تو این صفحه میای بعد این آنتر استوتو میزنی بعد اینو میزنی ورک سایکل. خب ورک سایکل اینجا ببین سوراخ‌کاری پیشبری الان این ببین سایکل چیه سوراخ‌کاریه که بحران نوشته. خب این چیزی که الان من میخوام بهت بگم اینه مال پیشبری. این جیوایند رو میزنی. خب جیوایند دو مدل داریم از داخل بزنه یا از بیرون بزنه. خب اینو میزنی مثلا از داخله. خب بعد دوباره زاویه دار میخوای یا چی میخوای انواع اقسام انتخاب داری. این داخلی صاف اینو بزنی یعنی همون کاری که تو داری اونجا میکنی اون اینه. بعد ببین اینو دیگه عدداشو من متوجه نمیشم باید شما بدی. مثلا آره 21 ببین منظورش چیه؟ آره 21 AP1 نوشته. این AP1 نگاه کن ببین قطر روه دیگه. اینجا رو اینو میگه AP1 قطر روه همه جوش توضیح داده. AP2 چیه؟ اینه نگاه کن ته کار این. خب مثلا تی چیه؟ اینه مرکز تا اینجا خیلی عالی میشه برنامه‌نویسی. اگه اینو انجام بدی اصلا مشکل حل میشه. آره کاتالوگش هم همه اصلا توضیح داده چیه. خب الان خروجی چجوری انجام میگیری؟ همه اینا رو یکی یکی میدی. خب حالا مثلا چیزی بده شما 4 تا عدد مثلا فرض کن آره حالا عددان هم نباید پرت و پلا باشه. خب 20 مثلا 10 مثلا 5 بفرض. خب 3 10 بعد اینا 30 مثلا. خب اصلا اینجا میدی توضیح میده خودش. آره یکی کم بعد اینو میزنی. خب ببین این شکل الان اومد. دوباره یه سری دیگه عددا رو باید بدی یعنی رزوه است دیگه. خب 12 عددم پرت و پلا باشه ارور میده اصلا اجازه نمیده که شما هر عددی وارد بکنید چون باید بخونه باش. خب حالا کدوم از اینا بزنید خروجی بگیرید. بعد این اینپوت شد. حالا اینو بزنیم ببین وارد شد. ببینی الان نتیجه اون کار ما شد این 3 خط برنامه. حالا اینو ما پاک کنیم چجوری الان اینو پاکش کنیم؟ این L97 هم خودش آخرش زد نگاه. حالا N0 دیلیت N0 دیلیت آره این که خط به خط خاموش کنم. اینجا خیلی راحت سایشه میکنه با دقت بالا. بعد محاسباتش رو خودش انجام میده. الان همین بحران یا سوراخ‌کاری مثلا تعداد دفعاتی که مته هی میخواد بره بیاد و خودش دقیق بهت میگه. طبق اون چیزی که نوشته اگه بزنی درسته.